سعید اکرم رجب‌علیزاده یکی از گمانبران حمله به تالار کراکوس سیتی مسکو در دهه چمنزار شهر وحدت زندگی می‌کند. نزدیکانش میگویند او همگی 3 ماه قبل به روسیه رفت و در این مدت همگی یک مرتبه به خانه زنگ زده است، اما یگان بار مبلغ نفرستاده است. مادرش از این حادثه تا حال خبر ندارد. برادرش میگوید او را در تربیت خودش بزرگ کرده است و هیچ باور ندارد او به این کار دست زده باشد. همسایه و معلمانش میگویند او یک جوان فعال، آرام و مهنت دوست بود. از حمله تروریستی در تالار کراکوس سیتی هال مسکو بیش از 2 هفته گذشت. اما مادر سعید اکرم رجب‌علیزاده یکی از گمانبران این حادثه تا حال از این موضوع خبر ندارد. مادرش که بیماری قلب دارد و یک مرتبه اینفارکت را از سر گذرانده است، همگی کوشش کردند که این خبر را به او نگویند. ما نیز در این باره برایش چیزی نگفتیم. در صحبت بدون کامera فقط همین را اشاره کرد که پسرش باید همین روز برایش زنگ بزند، چون در آخرین زنگ تلفنی از زمان رفتنش به روسیه به برادرش وعده داده است که حتما روز پنجم برایشان زنگ خواهد زد. در دهه تمام نفرانی که او را میشناسند میگویند او به کسی کار نداشت و یک بچه عادی و خاکسار و زحمتکش بود. نصرالدین رجب‌علیزاده برادر کلانیش در صحبت بدون کامera گفت سعید اکرم را از خورده خودش کلان کرده است و باور دارد که برادرش در این کار دست ندارد. در مکتب تحصیل کردهش نیز عیناً همین حرف است. خونچگل قادیرова نفری که سالهای زیاد برایش راهبری صنفی کرده است میگوید او عموما به این خبرها که گویا شاگردش به این کار خود دست زده باشد باور ندارد. اگرچه او با بهای خوب نمیخواند اما آداب و تربیت نمونوی داشت. میونه خان بود و نیکی رفتارش خوب بود. همین خیلی بسیار همه شوخ بودن وای میکردن وای حتی همین خیلی آروم میشیشت همین پس قیم میشیشتک بعد خیلی سست خان بود. نیکی یکم خصلتی بد نداشت. بی آزار بود ده وای خیلی کودک بی آزاری بود که اینمی وقتی همین حادثه را ما دیدیم حیرت. در حمله تروریستی کراکوس سیتی هال مسکو بیش از 140 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. با گمان دست داشتن در این حادثه 11 نفر را دستگیر کردند که 10 نفر آنها زاده تاجیکستانند. اما تا امروز در جامعه تاجیکستان و شبکه‌های اجتماعی نفران زیاد به این گفته‌ها شبهه دارند. امام علی سعیدزاد، مذهب جمعه، ازیا پلوس.